رئیس کمیته تفتیشات روسیه الکساندر باستریکین که با موقع آشکارای ضد مهاجران نام برآورده است، روز 27 یونی سال 2024 در همایش بین المللی حقوقی در شهر سنت پترزبورگ اظهار داشت که مقامات روسیه با ارسال مهاجران به جنگ ضد اوکراین از این طایفه خلاص شده ایستادند. باستریکین ارسال مهاجران به اوکراین را حیله نامید که در نتیجه آن مهاجران کم کم روسیه را ترک کرده ایستادند. ما چنین یک حیله را پیدا کردیم که در نتیجه آن مهاجران کم کم روسیه را ترک کرده ایستادند. ما با اجرای طلب قانون اساسی و قانونهای ما آنهایی را که شهروندی گرفتند وادار کردیم که خود را در نهادهای حربی ثبت نام کرده در صورت ضروری در عملیات مخصوص حربی اشتراک کنند. نقل قول کرده است خبرگزاری اربکا از سخنان باستریکین در همایش پترزبورگ. مقامات روسیه با وجود به صدها هزار رسیدن شماره کشته شدگان و زخمیان مناقشه مسلحانه در اوکراین همان این مناقشه را عملیات مخصوص حربی یا اسوان نام میبرند، نه جنگ. باستریکین گفت در این امر یعنی به کمیسریات‌های حربی برای ثبت نام فرستادن مهاجران مفتشان کمیته تفتیشات نیز سهم دارند. این در حالی است که چنین کار به دایره وظیفه‌های کمیته تفتیشات نمی‌دراید. اما حتی این به نظر باستریکین هنوز کافی نیست. او خواستار کلاً عوض کردن سیاست روسیه در مسئله مهاجران شد و گفت به نظر من سیاست مهاجرت روسیه باید عوض شود و در عموم باید چنین کنند که مشکلات سیاسی، اقتصادی، ملی و دیگر مشکلات‌های خود را ما از حساب ذخیره‌های داخلی حل کنیم، نه از حساب مهاجران. مقامات حفظ حقوق روسیه در جایهای کار و جای زیست مهاجران در بازار و مسجدها، آشخانه‌های، تام‌های ملی و دیگر مکان‌های تجمع مهاجران دائم رید می‌گذرانند. حالا در جریان این ریدها بیشتر مهاجران را شکار می‌کنند که تازه شهروندی روسیه گرفتند. آنها را مجبوراً به کمیسریات‌های حربی برده ثبت نام می‌کنند. به مهاجرانی که هنوز شهروندی روسیه را ندارند پیشنهاد می‌کنند که با وزارت مدافع قرارداد بسته به جنگ ضد اوکراین بروند و در عوض آن به زودی و آسان شهروند روسیه شوند. بعد شروع جنگ روسیه به ضد اوکراین پیوسته درباره به این جنگ فرستادن مهاجرانی که به جستجوی کار به روسیه آمدند خبرها به دست می‌رسند. مقامات کشورهای آسیای مرکزی شهروندان خود را به تکرار آگاه می‌کنند که اشتراک در جنگ اوکراین را همچون زرخریدی ارزیابی خواهند کرد که جوابگری جنایتی را در پی دارد. الکساندر باستریکین 71 سال داشته در زمان شوروی چندین سال کارمند کمسمال بود و بعد هم در طول سالها در وظیفه‌های نچندان بلند کار کرده است. پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین سال 2011 باستریکین را رئیس کمیته تفتیشات تعیین کرد. باستریکین پیوسته به ضد مهاجران اظهارات می‌دهد و خواستار شدیدت کردن قانون‌های مهاجرت روسیه است. او همین طرز تمام پرونده‌های مربوط به مهاجران حتی مناقشه‌های صرف معیشی بین یگان مهاجر و ساکنان محلی را زیر نظارت خود می‌گیرد و چندین بار طلب کرده است تا صداقت مهاجران صاحب شهروندی روسیه شده را به واسطه با فرستادن آنها به جنگ ضد روسیه امتحان کنند.